خب ER217 یکی از بهترین در واقع دستگاهی هستش که در بازار موجوده. بسیار دستگاه خوش ساخت و عرض کنم که خوش کیفیتی هستش این پاناسونیکا. فقط باز کردن اینا یه داستانای یه خورده عجیب و غریب داره که باید خیلی دقت بشه و کارو بتونیم در بیاریم در واقع موقعی که داریم بازش میکنیم. پیچ و اینا زیاد داره جای مختلفش که باید همه رو باز کنیم و کارو جلو ببریم. این نکتهش در واقع در پوش اینجا هستش که این تقریبا هیچی نمیده غیر از این. باید اینجوری بازش کنیم و آروم بیاریدش بالا. همونطور که دیدید حواستون باشه نشکنه، خیلی حساسه. این باز میشه و در ادامه دوباره زیرش 2 تا پیچ دیگه داریم که اونم باید در واقع بعد از در بردن این آروم که مکانیزمش به هم نریزه. 2 تا پیچ هم در 2 طرفه که این نمیره و من باید یه پیش گوشتی باریک‌تر براش انتخاب بکنم. خب بریم پیچ ها رو باز کنیم و بریم جلو. خب 2 تا پیچ هم اینجا داره که این رو هم باز میکنیم و فکر میکنم که دیگه باز کردنش بسیار ساده شده باشه علل قاعده. بیاریم اسپاتولامون رو بریم که خیلی دقت کنید. اگر احساس میکنید که خط میندازید لطفا از در واقع اجناس پلاستیکی استفاده کنید مثل این. احتمال خط انداختن رو تقریبا از بین میبره و این خاره رو به راحتی باز میکنه. خب این هم باز شد و این هم یه فنری داره. این پشتکار رو بهتون میگم داستانش چیه. تمیز کنیم و بریم پیچا رو باز کنیم و بریم جلو. خب پیچا رو کامل باز میکنیم. این پیچا رو هم باز میکنیم و باز کنم که تقریبا دیگه رسیدیم به باتری. اینم باتریش. میریم برای اینکه درش بیاریم و باتری گردن کلفته خوب در واقع تعویضش کنیم. با من باشید. خب توضیح این که باتری اینجوری اساسا پیدا نمیشه. من 2 سر اینو سرجوش میزنم یا مثل وضعیتی که میبینید میذارم اینجا از نزدیکم معلومه و این سر رو قشنگ باز میکنم تو 2 سر این میخوابونم اینجوری. هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه و به امنیت بسیار بالایی کار میکنه بدون کوچکترین مشکلی سر جاش. اینم از عمل کردش. بریم کارو جمع کنیم. خب تو همین مرحله من تست شارژم میگیرم بدون مشکل. میریم کارو ببندیم. خب کارو بستیم و یه دونه تست شارژ میگیریم. عملیات شارژ شد بدون مشکل. خوبی هم داره کار میکنه. داره تمیزش هم کردیم و اینا از توش خارج شد و پاناسونیک ER217 انشالله برای شادی ریشتون رو باش بزنید.